چشم، قلب، گوش. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. جوابش کف پاست. کف پا یه مرکز فرماندهیه. بیش از هزاران حسگر عصبی فقط زیر هر کف پا هست. هر قدمی که برمی‌داریم مغز پیام میگیره. تعادل داری؟ حالت خوبه؟ خطری هست؟ بدن خسته است یا آماده است؟ اگه این حسگرها به درستی کار نکنه، مغز هم کند میشه. کف پات اگه ضعیف باشه، مغز مجبور میشه انرژی زیادی صرف تعادل کنه و اون وقت تمرکز میاد پایین. کف پات اگه بی‌تحرک باشه، پیام‌های خطر به مغز زیاد ارسال میشه و اون وقت اضطراب بدنی میره بالا. کفش‌هات سفت باشن باعث میشه حسگرها رو خاموش کنه و خستگی و درد بیشتر بشه. خبر خوب اینه که با فقط 3 حرکت ساده و 3 دقیقه در روز میتونی کف پاتو فعال کنی و مغزتو شارژ. 1. چرخوندن کف پا روی توپ تنیس روزی 45 ثانیه واسه هر پا. نتیجه بهبود تمرکز و جریان خون در مغز. 2. جمع کردن حوله با انگشت‌های پا 30 ثانیه واسه هر پا. نتیجه اصلاح قوس پا و کمتر شدن فشار به کمر و زانو. 3. ایستادن روی پاشنه و بالا اومدن 20 بار. نتیجه پیام امنیت و تعادل به مغز و آرامش بدنی. چه اتفاقی میفته این حرکات رو هر روز انجام بدی؟ بعد 7 روز قدم‌هات مطمئن‌تر میشن، تمرکزت بیشتر میشه، اضطراب رو دیگه کمتر احساس میکنی، کمردرد و خستگی کاهش پیدا میکنه. احساس میکنی مغز بیدار و پایدارتر شده، چون وقتی کف پا قوی‌تر باشه، مغز کمتر نگران کنترل بدنه و بیشتر آزاد میشه برای فکر کردن، یادگیری و آرامش. این ویدیو رو ذخیره کن تا یادت نره و همینطور اینو برای کسی بفرست که همیشه میگه ذهنم خسته است، بدنم بیحاله، تمرکزم کمه. راستی برای دیدن رازهای بیشتر بدن حتما تناسب پلاس رو فالو کن.